سلام، به شباوا خوش اومدی. اسم من امیده و 14 سال دارم. من از همون بچگی هم زیادی شیطون بودم. حسابی هم توسط خانوادم نصیحت می شدم. ولی من همه این حرفا رو به باد مسخره می گرفتم و بی خیال این حرفا می شدم. من یه زندایی 30 ساله دارم که منو خیلی دوست داره. هر وقت خونمون می اومد حسابی برام خوراکی و اسباب بازی می خرید. منم دوستش داشتم. داییم و زنداییم وضع مالی خوبی داشتن و خانوادگی هم خیلی با هم در رفت آمد بودیم. زنداییم خیلی شوخ‌طبع بود. یه جاهایی هم که خیلی از حدش فراتر میرفت و به خودش اجازه میداد که به پایین تنم دست بزنه. راستش منم خیلی خوشم میومد و واسه همین بهش اجازه میدادم که این کارو خارج از دید دیگران انجام بده. بهم گفت امید فردا میتونی بیای خونمون تو چیدمان وسایل خونه بهم کمک کنی؟ چون دایی که تا دیر وقت سر کاره. منم که یه زنم قدرت ندارم به تنهایی انجامش بدم. منم گفتم حتما، چرا که نه. فردای اون روز با شوق و ذوق به سمت خونش رفتم و زندایی رو دیدم که یه لباس خیلی بازی پوشیده. برام شیر کاکائو و کیک آورد چون میدونه شیر کاکائو نقطه ضعفمه. یهو دستشو برد تو پیرنم و ازم پرسید چقدر تو خوشگلی امید. منم که حسابی لپم گل انداخته بود گفتم چشات خوشگل میبینه. رو کرد و ازم پرسید دوست دختر داری؟ منم گفتم نه، چطور مگه؟ اونم گفت خب از این به بعد خودم دوست دخترت میشم. من با کمال تعجب گفتم اینجوری میگی اگه دایی بفهمه ناراحت میشه. گفت نیازی نیست کسی بفهمه. من فقط دوست دارم با هم رابطه برقرار کنیم. چون خیلی دوستت دارم. من که دیگه مونده بودم چی بگم. یه لحظه به فکر داییم رفتم و گفتم برای این کار به هم وقت بده. اونم گفت مشکلی نداره. میخواستم برم که زندایی گفت امید مبادا به کسی بگی. منم گفتم نگران نباش. تو راه بودم دو دل شدم. از یه طرف دوست داشتم باهاش رابطه داشته باشم و از یه طرفم فکر دایی که اگه بهش خیانت کنم چی میشه. 2 روز گذشت. مادرم برای شام داییم و زنداییمو به خونمون دعوت کرد. منم سعی کردم پیش زندایی نرم. اما اون همش از دور بهم چشمک میزد و ازم جلوی پدر مادرم تعریف میکرد. وقتی همراه مادرم مشغول آوردن وسایل شام بودن برگشت و به مادرم گفت فردا میتونم امیدو ازتون قرض بگیرم واسه کارای خونه. مادرم گفت البته، چه کاریه؟ گفت فردا برادرت خونه نیست، قراره نصاب پرده بیاد خونمو درست کنه. منم چون تنهام نیاز دارم که کنارم باشه. منم فهمیده بودم که نقشه کشیده که منو ببره خونه‌شون. فردای اون روز که به خونه زنداییم رفتم دیدم باز یه لباس بازتر از دفعه قبل پوشیده. بهم گفت بالاخره راضی شدی؟ بدون حتی گفتن یک کلمه به سمت اتاق بردمش و پرتش کردم سمت تخت. رابطمون از اونجا شکل گرفت. غافل از این شدم که چه گناهی در حق داییم انجام دادم. گذشت و روز به روز وابستگیم به زنداییم بیشتر شد. همش بهونه‌های مختلف برای پدر و مادرم جور می‌کردم تا به خونه زنداییم برم و باهاش رابطه داشته باشم. 4 سال گذشت و 18 ساله شدم. توی این مدت نه دوست دختری گرفتم نه چیزی. فقط زنداییم بود که منو از هر لحاظی ساپورت می‌کرد. 18 سالم شد و دیگه باید به سربازی اعزام می‌شدم. توی این حین پدر و مادرم به خصوص زنداییم خیلی اصرار داشتن که کنکور بدم و بعدش به سربازی برم. ولی من لج کردم که حتما باید اول سربازی برم و بعدش برم دنبال کار. حین سربازی هم طوری شده بود که 2 هفته سر خدمت بودم، 2 هفته هم مرخصی. اون 2 هفته‌ای که سر خدمت بودم تمام فکرم به زنداییم بود و از دلتنگی دیوونه می شدم. وقتی به مرخصی می اومدم از اون 2 هفته حداقل 10 روزشو با زنداییم میگذروندم و یه ارتباط فوق‌العاده رو کنارش تجربه می کردم. توی این مدت با دختری هم به نام سمیه آشنا شده بودم که 1 سال از من کوچیک‌تر بود. اونقدر رابطم با سمیه خوب بود که باعث شد کم کم از زنداییم فاصله بگیرم. طوری که زنگ میزد که چرا نمیای پیشم. منم بهونه سربازیمو می آوردم. تا اینکه دل به سمیه بستم و بهش پیشنهاد ازدواج دادم. با پدر و مادرم در میون گذاشتم. قرار شد هفته بعد به خواستگاری بریم. زنداییم فهمید و شماره سمیه رو یه جوری گیر آورد و بهش زنگ زد و تمام ماجرا رو برای سمیه توضیح داد. سمیه هم بهم زنگ زد که برم پیشش. حسابی با هم دعوا افتاد. ازم خواست از هم جدا بشیم. منم با خواهش و تمنا ازش خواستم که منو ببخشه.
گفت بهم زمان بده. بلافاصله به خونه زنداییم رفتم و حسابی بهش توپیدم. اونم با گریه گفت نمیتونم تو رو با کس دیگه ای ببینم. منم تهدیدش کردم و گفتم از من و سمیه فاصله بگیر وگرنه همه چی رو کف دست دایی میذارم. خلاصه با گذشت 2 ماه خواهش و تمنا کردن ارتباط من و سمیه به شکل ایدئال خودش برگشت و الانم با هم ازدواج کردیم. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که بخوام به دایی خودم خیانت کنم. امیدوارم کسی به اشتباه من دچار نشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. خوشحال میشم با ما مشترک بشید و نظراتتون رو راجع به این داستان با ما به اشتراک بذارید. منتظر داستانهای خوبتون به آیدی تلگرامم که در بیوی چنلم قرار دادم هستم.